احتمالاً تا الان داشتی اشتباه درس میخوندی. چون کلی نشستی درس خوندی ولی نه چیزی یادته نه یاد گرفتی. یا که روز بعد بیشترش رو فراموش کردی. مشکل از مغز تو نیست، از روشیه که داری استفاده میکنی. اکثر مردم فکر میکنن حافظه فقط تکراره. اما مغز اینطوری کار نمیکنه. امروز قراره که 10 تا تکنیک اثبات شده رو براتون توضیح بدم که توسط متخصصین حافظه و قهرمانای المپیاد استفاده میشه. این روش‌ها به قدری سریع نتیجه میدن که انگار مغزتو هک کردی واسه یادگیری. پس قلم و کاغذ رو آماده کن که بریم داشته باشیم. راستی اگه میخواین درباره هر کدوم از این تکنیک‌ها توی یه ویدیوی جدا مفصل صحبت کنم، حتما واسم کامنت بذار. رمزگذاری چند حسی. بیشتر افراد فقط با خوندن یاد میگیرن که فقط از یک کانال حسی استفاده میکنه. کانال بینایی. اما اگه فقط از یک کانال استفاده کنی، به احتمال زیاد بیشترشو فراموش میکنی. برای یادگیری بهتر، مغز به تقویت از چند کانال نیاز داره. رمزگذاری چند حسی یعنی استفاده از چند حس برای یک اطلاعات. به این نکته هم از الان اشاره کنم که بعضی فعالیت‌ها چند کانال رو با هم در بر می‌گیرند، ولی خب میشه گفت یکی از اونها غالبه. نوشتن با دست. حرکت عضلات دست و بازو برای شکل دادن به حروف و کلمات یک مسیر حافظه جداگانه در مغز ایجاد میکنه و غالباً از حافظه حرکتی یا موتور مموری استفاده میکنه، ولی حافظه بینایی و فضایی رو هم درگیر میکنه. بلند گفتن مطلب. شنیدن صدای خودتون موقع خوندن باعث میشه حافظه از طریق یک مسیر حسی دیگه هم تقویت بشه. کشیدن نمودار یا فلو چارت. شما ساختار، روابط و سازماندهی اطلاعات رو به صورت خطوط، جعبه‌ها و پیکان‌های ترسیم مشاهده می‌کنید. این کار باعث میشه که اطلاعات انتزاعی به یک تصویر بصری منسجم تبدیل بشه که مغز راحت‌تر اون رو ذخیره می‌کنه و محتوا رو به حافظه بصری و فضایی گره میزنه که محتوای هر کادر، موقعیت اون در صفحه، ارتباطش با کادرهای دیگه و جهت جریان اطلاعات یا همون فلش‌ها رو هم به خاطر میسپاره. قصر ذهن. مغز شما برای به خاطر سپردن تصاویر ساخته شده، نه کلمات. برای همین صحنه‌های یک فیلمو از 10 سال پیش خوب یادت میاد، اما یه خط از کتاب رو نه. قصر حافظه یا متدابلوسی از این قدرت استفاده میکنه. این تکنیک قدرتمند برای تقویت حافظه است که با استفاده از حافظه فضایی یا مکانی قوی مغز، اطلاعات انتزاعی رو به یادآوردنی تر میکنه. ایده ساده‌ای داره. یک مکان که خوب میشناسی، خونت، محل کارت رو بردار و هر قسمت از اطلاعات رو به یک نقطه در اون مسیر اختصاص بده. هر چقدر تصویر ذهنیت اغراق‌آویزتر و غیر عادی‌تر باشه، به حافظه بهتر میچسبه. چون مغز اون رو مهمتر تلقی کرده و بهتر به خاطر میاره. شما ممکنه اسم یک نفر رو فراموش کنید، اما به ندرت تو خونه خودتون گم میشید. این تکنیک بازیابی اطلاعات رو به یک غریزه تبدیل میکنه. بازیابی فعال. حافظه مثل یک عضله میمونه. اگه فقط با دوباره خوندن یا هایلایت کردن به طور منفعلانه بهش غذا بدی، هرگز قوی نمیشه. اما لحظه‌ای که مجبورش میکنی بدون نگاه کردن به جواب اطلاعات رو بازیابی کنه، رشد شروع میشه. یادت باشه، حافظه زمانی تقویت میشه که شما برای یادآوری اطلاعات تلاش میکنید. ساده ترین راهش تکنیک تخلیه مغز یا بلرتینگه. کتابو ببند، یه کاغذ وردار و سعی کن هر چیزی رو که در مورد اون موضوع یادت میاد بنویسی. شکاف‌هایی که پیدا میکنی دقیقاً همون نقاطی هستن که مغزت برای تقویت بهش نیاز داره. یا مثلا استفاده از فلش کارت که واقعاً عالیه، از این تکنیک بهره میبره. اثر پومودورو. مغز شما برای تمرکز بی‌نهایت ساخته نشده. بعد از حدود 20 تا 40 دقیقه توجه کاهش پیدا میکنه. تکنیک پومودورو از این چرخه طبیعی استفاده میکنه. 25 دقیقه تمرکز عمیق، بعد یک استراحت 5 دقیقه‌ای. بعد از 4 دور یک وقفه طولانی تر. استراحت‌های کوتاه فقط برای چشم‌های شما نیست.
دوپامین یعنی سوخت انگیزه رو ریست میکنه. با این روش اطلاعات با وضوح بیشتری رمزگذاری میشن و از فرسودگی جلوگیری میشه. یه چیز مهم که میتونم درباره بخش استراحتش بگم اینه که سریع نرید گوشی رو وردارید و برید تو شبکه‌های اجتماعی، چون تمرکز هدایت شده شما با این کار همچنان داره استفاده میشه و عملاً برای مغز استراحت به حساب نمیاد. در عوض باید توجه غیر هدایت شده رو به آرامی فعال کنی که برای ما تو محیط شهری گوش دادن به صدای طبیعتی که کم کم باعث ریکاوری تمرکز میشه. زیاد اینجا درباره تمرکز توضیح نمیدم دیگه، چون خودش یه ویدیوی جدا میخواد. تست گرفتن از خودت. یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای یادگیری اینه که خودت رو وارد فاز آزمون و کویز کنی، حتی قبل از اینکه احساس آمادگی کنی. به عبارت دیگه، وقتی خودت رو امتحان میکنی، بیشتر و بهتر یاد میگیری تا زمانی که فقط مطالب رو دوباره و دوباره بخونی. حالا چرا اینطوریه؟ آزمون‌ها دقیقاً به شما نشون میدن که چه چیزی رو بلد نیستید. مغز به طور طبیعی به اشتباهات قفل میشه و موقع تصحیح نسخه صحیح اطلاعات رو به طرز قدرتمندی تثبیت میکنه تا از تکرار خطا جلوگیری بشه. محقق‌ها به این میگن اثر آزمون. قدرت کویز گرفتن در قبولی تو اون نیست، در آموزش دادن به مغز برای عملکرد در مواقع ضروریه. خب دیگه به آخر این ویدیو رسیدیم و اینم بگم بهتون که بازم تکنیک‌های خفن وجود داره که داخل پلیلیست مربوط به یادگیری و حافظه میذارم، حتما ببینید و اینجا لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دمتون گرم تا آخر ویدیو رو دیدین. این کانال اولین تجربه من تو حوزه تولید محتوا واسه یوتیوبه و خلاصه دمتون گرم.